دوستانی که در حال حاضر توی دبی میخوان سرمایه گذاری کنن، این چند منطقه رو که میگم حتما گوشه ذهنشون باشه. یکی منطقه مینا راشد و ماریتایم سیتی، منطقه دبی آیلند یعنی جزیره دبی آیلند، سومی پالم جبل علی، یکی از فرصت‌های عالی برای سرمایه گذاری هستش، مخصوصا کسایی که میخوان سرمایه گذاری بلند مدت انجام بدن. چهارمی منطقه دبی کریک هاربر که همه شما میشناسین. دبی کریک هاربر یک فرصت خیلی خوبی برای سرمایه گذاری در آینده نشندان دور. و آخرین منطقه جزیره مرجان رأس الخیمه. جزیره مرجان رأس الخیمه به علت اومدن بزرگترین کازینوی دنیا، یکی از بزرگترین مقصد توریستی امارات قرار شناخته بشه و فرصت عالی برای سرمایه گذاری. جهت اطلاعات بیشتر از مناطق و مشاوره تخصصی با ما در تیم کادا در ارتباط باشید.